دو تا لوکیشن خاص تو دنیا هست که هیچ وقت تکرار نمیشه، پالم جمیرا و پالم جبل علی. میخوام اختلاف این دوتا پدیده رو براتون به صورت کامل توضیح بدم. پالم جبل علی تقریبا 2 برابر پالم جمیرا است، ولی با قیمتی حدوداً 50% پایین‌تر. سازندش همون نخیل معروف، همون شرکتی که پالم جمیرا، دوبای آیلند و جزایر جهان یا همون ورد آیلند رو ساخته. این پروژه عظیم 113 میلیون فوت مربع مساحتشه و 90 کیلومتر ساحل و 110 کیلومتر خط ساحلی داره. ظرفیت برای ساکن شدن بیش از 118,000 نفر رو داره و بیشتر از 80 هتل و ریزورت قرار ساخته بشه. حالا به مستر پلن یه نگاهی بندازیم. تنه اصلی شامل آپارتمان‌ها، هتل، ماریناها و مراکز خرید و حتی برجی با چشم‌انداز 360 درجه است. در ستون مرکزی یا همون اسپاین، پارک‌های سرسبز، باشگاه‌های سلامتی و مراکز اجتماعی و آپارتمان‌ها قرار می‌گیرند. و در قسمت فرانت‌ها 2002 ویلای لوکس در 18 تایپ مختلف طراحی خواهند شد. بخش بعدی هلال‌ها یا همون کرسنت هستند که با آپارتمان‌های کم ارتفاع، کلاب یات و رستوران‌های ساحلی قرار می‌گیرند. در نهایت میرسیم به کراون که مرکز سرگرمی، هتل‌های لاکچری، برج‌های مشرف به دریا و دهکده جشن‌ها قرار می‌گیره. فرانت‌های پالم جبل علی از جمیرا پهن‌تره. در پالم جبل علی عرض هر فرانت 200 متره، ولی در پالم جمیرا 170 متر. این یعنی فاصله بیشتری بین ویلاها گذاشته شده، یعنی حریم خصوصی خیلی بهتر. از نظر دسترسی هم خیلی عالیه. 3 ورودی به شیخ زاید و پل‌های داخل برای رفت آمد راحت‌تر. در حالی که پالم جمیرا فقط یه ورودی داره. پالم جبل علی در نزدیکی اکسپو سیتی، فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم و دبی ساوت قرار گرفته که جزئی از مسیر توسعه دبی 2040 خواهد شد. میرسیم به ویلا که به 2 کالکشن اصلی بیچ ویلاز و کورال ویلاز با 18 تیپ مختلف هستن که از 5 تا 7 خوابه با امکاناتی مثل استخر خصوصی و دسترسی مستقیم به ساحل را دارن و شروع قیمتشون از 18 میلیون درهمه که حدوداً 2500 درهم به ازای هر فوت مربع است، ولی در پالم جمیرا حدوداً 8000 درهمه. البته به جز ویلاها به زودی آپارتمان‌ها، تاون‌هاوس‌ها و پلات‌های بیشتری قرار عرضه بشه. پس حتما پیگیر اخبار جدید باشید. اگر میخواین جدول مقایسه این دو لوکیشن رو داشته باشین، کلمه پالم رو کامنت کنید.